مشکلی هر بنده رو آسان کنم پروردگار همین فیلم بهترین فیلم در تاریخ جایزه گیرد. آمین. الله اکبر. مرگ نابهنگام استاد نظیرمت موسویف به هر یکی ما شاگردان استاد یک اوداری سختشی بگیم، یک مشتی سختی زد. راستی گپ هر یک کدومی که ما با ما زنگ زده میگفتن که استاد هم خیلی بندگی کردن. باز هم ما فکر میکردیم که بسیار میگنده خیلی گپایی که فلانچه از دنیا گذشته و راستی گپ با پگه میبینیم که با قطعی ما هست. ما ایران هم خیلی فکر کردیم گفتیم بعد با خبری بر دروغ برآوردن. لیکن راستی گپ استاد وقتی بناورگیری هم کمی هم میگفتند که معظم نیست، همین فقط از جگر شکایت میکرد، از جگر خودش. در آخر استاد از دست دادیم و یک هنرمند خوبه، یک استاد بهترینه که راستی گپ مسائل دانشجویی به من نطق صحنه درس میداد. خاطرهای زیاد دارم ما استاد. فقط گفتنم که جاش جنت شود. او دم گفت، یعنی یک دم میبینی که اینا چه خیلی که استاد از دنیا گذشتن. هر یکی ما میگن که رفتند و رویم و باز آیند و روند. این گپا استادا به یاد گفتگی نیستن. این ملک جهان به کس نماند جاوید. البته برای همه قدر همدیگه را بدونیم، دست همدیگه را بگیریم. بازم دعا میکنیم که خداوند بزرگ جای استاد جنت باشن.